اعوذ بالله، منم شیطان رجیم. سالی که گذشت سال فشارهای ارتحال آور بود. سال ضرباتی که شد کوبیده به فرق سر من پوسیده و این یارو پوزیده. حالا من موندم و یه مشت بسیجی شوتیده با همین عبای پوسیده. آقا ما تا اومدیم بشینیم یه دودی بگیریم بذاریم 2 تا بست، یهو دیدیم رفتیم سال 60. تا به خودمون جنبیدیم دیدیم هرچی نیابتی بود پخش و پلا شد. بابا من ننه مرده یه تیم فوتبال نیابتی داشتم، یهو همه با هم اخراج شدن، خودم موندم و دروازه خالی. پارسال سال نهنگ بود، نهنگ بدبختی ها غورتمون داد. امسال سال ماره، همه دیافه زاگاریت ما رو نشون میدن، میگن اینها سر مار. به قول شاعر مصیبت‌های من پایان ندارد، نظامم پیرهن و تنبان ندارد. همه خندن که 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 بریشم، که ضایع تر از این امکان ندارد. میخواستم اسم سال رو بذارم ولایت آشولاش، اقتصاد ریخت و پاش و گسترش اغتشاش. دیدم اینطوری نمیشه، اسم باید توش تولیدم باشه حتما. به خاطر همین اسم امسال رو میذارم سرمایه گذاری برای تولید. یعنی شما بیایید سرمایه گذاری کنید، ما براتون تولید میکنید. اصلا نگران نباشید. خط تولید به راه، تولید نیابتی، تولید آخوند، تولید بدبختی، تولید صف نون، تولید کاچافچی گازوئیل. شما هم که در زمینه تولید رکورد زدید. فحش‌هایی که برای بنده تولید کردید الحق و الانصاف مرزهای خلاقیت رو جابجا کرده. در پایان یادآور میشم که ما رکورد زدیم و داریم میرسیم به قله. ده ای بابا تو اون روحت پوزیده، برقم رفت که سل علی سترکه، سیخ و سماق و سرکه، نظام داره میترکه.